دوستان به چهارمین ویدیو توتوریال C++ خوش آمدین. در این ویدیو توتوریال ما درباره متغیرها و یا همون وریبلز با شما صحبت میکنیم. برای فهمیدن وریبل ما به زندگی واقعی خود اول نگاه میکنیم. در زندگی واقعی ما از وسایل یا ابزارهای برای ذخیره کردن وسایل یا لوازم خانه خود استفاده میکنیم. به عنوان مثال شما در خانه خود یخچال دارین که برای ذخیره مواد غذایی استفاده میکنین. از دیگ یا گیلاس هم برای مواد غذایی ذخیره کردن و یا استفاده کردن. یا شما اگر مهمان برای شما میآید چای در پیاله برای مهمان خود میارین. این یک نوع استفاده از ظرف یا پیاله هست. و یا در الماری شما کالاهای خود یا دیگر وسایل خود ذخیره میکنین. در قفس های کتاب شما کتاب های خود میمانین، فایلز ها یا فولدر های دیگر را میتونین بانین. همینطور در دنیای مجازی یا در دنیای کامپیوتر ما مکان های را نیاز داریم تا اطلاعات خود در او مکان ها ذخیره کنیم و او مکان ها را ما در حافظه کامپیوتر یا همون رم کامپیوتر قرار میدیم. ما به عنوان برنامه نویس و یا پروگرامر نیاز داریم تا بفهمیم چطور میتونیم از فضای یک مموری یا رم به نفع خود استفاده کنیم و اطلاعات خود در او ذخیره کنیم و یا از مکانهای مموری یا رم برای انجام اعمال ریاضی یا دیگر کارها از او استفاده کنیم. همینطور که ما در زندگی واقعی در گیلاس معمولا ما چیزی ذخیره نمی کنیم، اما برای ما مهمان میایه و یا کاری که میخوایم بکنیم مجبور هستیم از این ظرف استفاده کنیم. همینطور در دنیای کامپیوتر هم ممکن است ما در مموری چیزی را ذخیره نکنیم در رم، اما برای انجام عملیه مجبور هستیم از یگان مکانهای رم استفاده کنیم و اون مکانها را ما متغیر و یا وریبل میگیم که ما به عنوان برنامه‌نویس اون مکانها را تعیین میکنیم. بسیار خوب. چه نیازهایی به متغیرها داریم؟ همینطور که گفتم ما از مموری کامپیوتر برای انجام اعمال ریاضی و یا غیر ریاضیات میتونیم استفاده کنیم. همینطور که ما پیش میریم در این ویدیو توتوریال ها شما بیشتر آشنا میشد، اما حالا که برای شما در ابتدای کار هستین شاید زیاد واضح نباشه، اما ما برای شما وعده میکنم وقتی که شما به ویدیو همینطور که پیش برین این اهمیت وریبلز ها بیشتر برای شما محسوس شود و یا واضح شود. بسیار خوب. برای همینطور که گفتیم ما میخواییم از حافظه کامپیوتر استفاده کنیم، اما شاید شما بدانین که کامپیوتر فرض را برای میگیریم که یک رم است و هر خانه رم یک آدرس مخصوص به خود را دارد، اما این آدرس بر حفظ کردنش بر ما مشکل است. بنابراین ما مجبوریم یک نامی را برای از حافظه بدیم. همینطور که ما در دنیای واقعی برای وسایل خود یک نام دادیم، گیلاس، الماری، یخچال، دیگ، قفسه کتاب، همینطور در دنیای پروگرامینگ ما میاییم برای هر خانه یک نام میدیم تا برای خود ما آسانتر باشه که او خانه را بعدها به یاد بیاریم، که او را ما میتونیم آیدنتیفایر بگیم. و وقتی که ما میخوایم این خانه ها را نامگذاری کنیم ما میتونیم این خانه ها را اینجا فرض کنید یک رم است، شما میخواین برای از یک نام منید. نامی که شما میخواین برای از زیر مکان از رم بدین میتونه همراه حروف الف با شروع شود، اما با اعداد شروع شده نمیتونه، و یا ای که اندرسکور میتونه شروع شود. معمولا از اندرسکور ما استفاده نمیکنیم برای نامگذاری از اعداد، چون که خود برنامه C++ یگان کلمات کلیدی میگن ورش که یک معنای خاصی برای زبان داره و اونها معمولا با همه اندرسکور شروع شدن
بنابراین ما کوشش میکنیم از اندرسکور برای نامگذاری از خانه استفاده نکنیم. به عنوان مثال ما میخوایم در این خانه نام خود ذخیره کنیم، بنابراین ما برش یک نام مثل first name میتیم. این یک نام معتبر آیدنتیفایر، یک آیدنتیفایر معتبر است. اما و یا میتونین به شکل کد A2 بتین، یا میتونین first name 2 برش بتین، اما نمیتونین تو first name بتین. آیدنتیفایر نمیتونه همراه اعداد ریاضی شروع شود. و دیگر در همینطور که گفتیم نام وریبل را آیدنتیفایر میگن. آیدنتیفایر نمیتونه علامت های مثل دلار ساین، علامات یا سیمبول های کامپیوتری در خود داشته باشه، نمیتونه در خود اسپیس داشته باشه و دیگه نمیتونه از فاصله علامه های گرامری و سیمبول ها استفاده کنم. شما نمیتونین در یک نام یک نقطه بانید. بسیار خوب. اما اندرسکور تنها علامت است که قابل قبول است که شما در نام آیدنتیفایر خود استفاده کنید. خب همینطور که شما میتونید اطلاعات در دنیای کامپیوتر چندین نوع داره. میتونه اعداد صحیحی باشه، میتونه اعشاریه باشه، یا میتونه یک کاراکتر و یا حالت منطقی ترو یا فالس باشه. انواع دیگر دیتا هم موجود داره، اما ما برای آسان شدن کار فقط به همین 5 نوع اشاره میکنیم. اینت برای نوعی است که برای ذخیره کردن اعداد صحیح یا کامل و یا پوره استفاده میکنیم. به عنوان مثال 0 منفی 19 45 یا 449 اعداد صحیح هستند. به این اعداد اعشاریه نداریم. مثبت و منفی میتونن باشه، اما اعشاریه نمیتونه در اینتیجر ذخیره شود. حداقل مموری که از حافظه را، حداقل فضای از حافظه را که ذخیره میکنه 16 بیت و یا هم 2 بایت است. فلوت وابسته به قسمت اعشار و صحیح فضای مختلفی از حافظه را ذخیره میکنه. فلوت هم اعداد اعشاریه هستن، اما با دقت کمتر یا بخش اعشاریه کمتر. دبل با فلوت یک کار انجام میتن، اما فضایی که شما میتونین اعداد با حجم زیادتر در دبل ذخیره کنین و یا اعشاری با دقت بیشتری در دبل ذخیره کنین. کاراکتر تنها یک کاراکتر را در خود میتونه ذخیره کنه. A کلان A B از هم A کلان یا A خورد از هم تفاوت دارن. شما میتونین 4 پلاس یا کاما یا دیگر سیمبول ها که تنها یک کاراکتر باشن در خانه ای از مموری که شما تعریف میکنین که به عنوان مثال کار یک نام برش میدین. آیدنتیفایر ما اینجا فکر کنین میدیم letter. شما میتونین در این خانه تنها یک کاراکتر یا یک حرف را ذخیره کنین. 2 حرف در اینجا ذخیره شده نمیتونه. خب بول حالت ترو یا فالس را فقط میتونه بگیره. ترو فالس را من بعدا برای شما خود گفتم که چیست. تنها حالی همین قدر بفهمین که بول یک نام به عنوان مثال لاجیک یک تنها یک نام است. شما میتونه هر نام دیگه برای خود بانه. ترو و یا فالس میتونه در خود ذخیره کنه. نمیتونه اعداد، نمیتونه کاراکتر و نمیتونه دبل فلوت را در خود ذخیره کنه. امکان نداره که شما اعداد را در جایی که بول تعیین کردین قرار بدین. بسیار خوب. برای حال میریم در بخش کدینگ ببینیم چطور ما میتونیم یک وریبل را
در دنیای کامپیوتر دیکلیر کنیم و یا تعریفش کنیم.